منو میشناسی؟ اگه جوابت نه باشه که با هم نظریم، اما اگه جوابت آره است باید بپرسم کدوم منو میشناسی؟ امروز میخوام داستان یکی از روزای زندگیم یا یه جورایی هر روزم رو براتون تعریف کنم. صبحش که از خواب بیدار شدم خیلی سنگین بودم، چشام باز نمیشد، چسبیده بود به هم، باز نمیشد. تمام زورم رو زدم که خودم رو روی تخت بلند کنم، چون بلند نمیشدم. انگار شب قبلش 2 لیتر سر کشیده بودم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم بلند شدم. هر آدمی که بلند میشه میره سمت دستشویی. دستشویی یه موزل خیلی بزرگ برای من داره، اونم آینه است. آینه‌ای که من ازش بدم میاد، چون خودمون هممون رو توش میتونم ببینم. هر کثافتی که توی زندگی وجود داره رو میتونم ببینم. ما هممون رو میتونم توش ببینم. تمام خاطرات گند و کثافتی که توی بچگیم طی کردم و توی آینه وقتی تو چشای خودم زل میزنم میبینم. چقدر خوشگلی. تو چنین خوب چرایی؟ چقدر قشنگی. خیلی هم سمت آینه نمیرم چون طبق چیزی که شاید تا الان متوجه شده باشی من حالم از خودم به هم میخوره. تا حالا خودتو نگاه کردی؟ حالم از خودم، بچگیم، خودمون، ما از همه به هم میخوره. از همه. معمولا وقتی آدم ها صبح از خواب بیدار میشن میرن و صبحونه میخورن. من به صبحونه اعتقادی ندارم، به صبحونه علاقه‌ای ندارم، چون روتین زندگی همه است. من مثل همه نیستم. من یه روانی دیوونه سادیسمی دو قطبی سایکوه. اینا ویژگی‌هایی که خودتون به من گفتید. منم خودم اینجوری شناختم. چون من همچون آدمیم علاقه‌ای ندارم که طبق روتین آدمای معمولی زندگیمو پیش ببرم. به خاطر همین علاقه‌ای به صبحونه ندارم. من شاید یکی دیگه از ما علاقه داشته باشه، اما من ندارم. صبح به لطف آفتاب که از خواب بیدار میشم میرم بیرون، پیاده روی میکنم، میرم بیرون قدم میزنم. اما بیرون یه موزل بزرگی داره، عین آینه، عین دستشویی. یه موزل خیلی بزرگ داره، اونم مردمیه که بیرونن، آدماییه که بیرونن. من از آدمایی که بیرونن بدم میاد. از تک تک آدمایی که دور و برم میبینم بدم میاد، چون از همه تون حالم به هم میخوره. نه فقط یه دونه تون، از همه تون حالم به هم میخوره. چون شما منو به قلاده میکشید، میبرید توی بیمارستان و تیمارستان و هر کوفتی که اسمشو میذارن بستری میکنید. وقتی که بهتون میخندن، وقتی که بهتون رو میدن، دور برتون میداره. منم که میبینم دارید میرید روی اعصابم، یه دونه مش میزنم تو صورتتون، یه دونه چک میزنم توی صورتتون. اون موقع است که میفتم روتون، تا میخورید میزنمتون. هرچقدر تقلا کنید، هرچه که بگید تو رو قرآن نزن، من شدید ترش میکنم و میزنم، چون که حالم مسئلتون به هم میخوره. بعدش که میزنمشون حالم از خودم به هم میخوره. میرم تو اتاق، توی یه بیغوله میشینم برای خودم، یه دونه چاقو برمیدارم، خش میکشم. دستای من رو نگاه کنی انگار دفتر ریاضی یه بچه دوم دبستان و داره چوب خط تمرین میکنه روی دستاش. انگار هر روز یه چاقو میکشه، یه چوب خط پر میکنه تا اینکه تک تک روزای کذای زندگیشو بشماره، تا اینکه بینه با کدوم چوب خط زندگیش تموم میشه. اما نمیدونم چرا تموم نمیشه.
انگار یه آدم دیگم، هر روز انگار یه نفر دیگه میاد جای من میشینه. من بارها شده که به خاطر فکرها و خاطراتی که توی بچگیم داشتم رفتم توی اتاق نشستم مثل دیوونه ها بدون چاقو برداشتم توی یه فضای خیلی تاریک تلاش کردم خودم رو بکشم. دوست حالم به هم میخوره، پدر و مادر حالم از اونا هم به هم میخوره. آخه یه بچه 6-7 ساله چه گناهی داشت که اون بلا رو سرش آورد. میرم بیرون قدم میزنم، اما قبل از بیرون رفتن باید آماده شم. میرم توی یه فضای دنج تو تنهایی خودم. البته من تنها نیستم، من همیشه چند نفرم، همیشه همه با هم هستن. انقدر همه بهم گفتن روانی یا دیوونه چون تو ذهن خودم میگی دوتا آدم برای خودم دارم. تنها نیستم. میرم آماده میشم، خودمو مرتب میکنم، موهامو درست میکنم، میرم بیرون. میرم بیرون قدم میزنم. آقا سعید چه خبر؟ اوضاع احوال ردیفه یا نه؟ کسب و کار ردیفه آقا. سر نمیزنی به ما یه زنگی بزن. آقا سعید خبراییه، یه چیزایی از بچه‌ها شنیدم ولی فکر نکنم درست باشه. میگن دیوونه میوونه شدی، درسته؟ فکر نکنم درست باشه. نظر روانی چته؟ چه مرگته؟ نظر ببینم. اینم یه نمونه از همون دوستا بود. دوست؟ گفتم اسمشونو نباید دوست گذاشت. یه تعداد آشنا. سعید؟ من اون روز سعید نبودم. حقش بود که خورد. باید بدتر میخورد. مگه نه؟ ای تو کی به تو گفته بود بری بشینی جلو دوربین چرت و پرت بگی ها؟ کی به تو گفته بود؟ احمق تو قوانین رو نقض کردی. یه جور رفتار کردی کل دنیا فکر کنم ما روانیم. ما روانی نیستیم. ما همه یه نفریم. حالا که این قانون نقض کردی استفاده اینی که کشته بشی.